خب دوستان توجه کنید، ببینید کلن بچه ها کلن میدونید که استکاک معمولا یه پای ثابت سوالات، حالا چه بحث نهایی چه آزمونهای سراسریه، خیلی خوب باید یاد بگیرید. ببینید نیروی استکاک رو میخواید کلن بفهمید چیه داستانش، چون احتمالا باش مواجه میشیم توی حالا اسلایدهای بعدی، یا حالا ما الان داریم فیزیک 3 تجربی رو در واقع حل میکنیم خرداد 403. البته دقت کنید بچه ریاضی هم کاملا میتونن از این استفاده بکنن، بچه تجربی هم میتونن از سوالات نهایی بچه ریاضی استفاده کنن. اون چند تا سوالی که مثل سقوط آزاد، مثل فرمول فوتوالکتریک، مثل حرکت دایره‌ای یا امثال همو دارن و مشخصه، اونا لازم نیست دیگه تحلیل رو بررسی کنید. ببینید نیروی استکاک رو میخواید حل بکنید، یا جسم شما حرکت دارد یا جسم شما چیه؟ ساکن. اگه جسم حرکت داشت استکاک از نوع افکای. اگه جسمتون ساکن بود دو حالت داره، یا جسم شما در آستانه حرکت است، ببینید، یا جسم شما در آستانه است یا در آستانه نمی باشد. در آستانه چیه؟ نمی باشد. یکی از این است. اگه در آستانه حرکت بود استکاک شما از نوع FS ماکسه. اگه در آستانه نبود استکاکتون از نوع FS. قبول؟ حالا سوال، آقا هر کدوم از اینا رو چجوری باید حل کنیم؟ ببینید وقتی که FK رو میخواید پیدا کنید، اگر اطلاعات کافی بود شما روش مستقیم رو استفاده میکنید. روش مستقیم همون فرمولیه که همه بلدید. بعضی وقتا بچه، بعضی وقتا هست شما مثلا جسم داره حرکت میکنه، استکاک رو میخواید ولی سوال موی کار رو بهتون نداده، یعنی شما باید افکار رو مثل یه نیروی معمولی نگاه کنید. یعنی باید از قانون دوم، قاف دو نوشتم یعنی که قانون دوم نیوتن استفاده کنید. یعنی چی بنویسید؟ اف نت مساوی اما. بذارید یه مثال کوچولو بزنم. ببینید مثلا توی یه سوالی میگه اصلا مثل خود این سوال، مثل همین سوال، مثلا با 3 متر بر مجذور ثانیه جسم رو داریم میکشیم، مثلا این فرض کنید 60 نیوتنه، ام مساویه، فرض بفرمایید که مثلا 30 کیلوگرم. خب این 30 کیلوگرم دو، من این رو هم پاک کنم، مثلا فرض کنید 1. خب به شما میگه نیروی استکاک چقدره؟ بچه چیزی شبیه به همین سواله نه؟ خب دانش آموز میخواد هر استکاک رو پیدا کنه، اول از خودش باید این سوال رو کنه، آقا جسم من ساکنه یا متحرک؟ خب نگاه میکنه میبینه جسم من متحرکه، پس میفهمه باید استکاک و افکار رو استفاده کنه. خب اول میره سراغ روش مستقیم، مینویسه افکا مساویه با مو کا اف. خب نگاه میکنه میبینه اینو نداده، پس این عملا به درد من نمیخوره. میره سراغ روش دوم، قانون دوم، میگه آقا من اصلا کاری ندارم این اسمش نیروی استکاکه، نیروی استکاک رو مثل یه نیروی معمولی بهش نگاه میکنم. خب شما یه نیرو دارین 60 نیوتن، یه استکاک رو به این ور دارین، قانون دوم بنویسید 60 منهای افکا مساویه با اما. حالا تو اینجا ام داده، آ رو داده، حالا ام داده چقدر تو اونجا سی، شتابو چقدر داده 1. افکای شما میشه 30 جا به جا میکنه میشه 30 نیوتن. پس ببینید استکاک رو من میخوام حساب کنم، استکاک لغزشی رو 2 راه دارم، بستگی داره اطلاعات رو چی داده باشه. خب اینا هم شبیه به همینه. ببینید بچه ها وقتی جسم شما در آستانه است من میخوام استکاک رو حساب کنم، باز هم 2 راه داره. باید ببینم چه چیزی به من داده. یه روش مستقیمه بچه بلدید میشه این. یه روش هم اگه اطلاعات کافی نبود شما میاد از قانون چی مینویسید استفاده میکنید؟ قانون دوم. منتها یه نکته داره،
FNet مساوی MA. بچه اینو نگاه کنید، این برای جسمیه که ساکنه، یعنی شتاب شما عملا تو اینجا چنده؟ 0. پس کافیه بنویسید FNet مساوی 0. اما یه نکته جالب، تو بعضی از سوالات کیفی و خوب اصلا باید هم اینو برید هم اینا رو با هم نتایجشون رو استفاده کنید، ترکیبش کنید. اینم همینجور. خب این که اصلا یه راه بیشتر نداره، فقط باید قانون دوم رو برید، یعنی تو اینجا FNet شما مساوی MA. عملا چون جسم شما ساکنه پس شتابتون 0 مساوی با 0 میذارید و کار تمام. خب حالا سوال ببینید. یه سوال امتحان نهایی بوده ولی خب یه ایرادی داره، واقعا ایراد علمی بزرگی برای امتحان نهایی. اونم اینه که این علامت بردار رو، خب واضحه دیگه، حتما اشتباه تایپی بوده، نباید بگذاره. چرا نباید بگذاره بچه‌ها؟ خب معلومه دیگه، هیچ وقت بردار که با عدد مساوی نمیشه. بردار هم جهت داره هم اندازه، اینو یادتون باشه. حالا ایرادی نداره که اشتباه تایپی بوده احتمالا. خب میگه جسمتون داره حرکت میکنه. چی خواسته ازتون بچه‌ها؟ میگه ضریب سکاک جنبشی یا همون ضریب سکاک لغزشی رو پیدا کنید. خب یه نیروی سکاک جنبشی دارید رو به عقب، شتاب شما مساوی 1.5. قانون دوم رو می‌نویسیم. آقا چرا روش مستقیم رو نمیرید؟ البته برای این جسم من دیگه توضیح ندادم، بچه تو دینامیک دیگه تقریبا همه بلدید. تو این سوال FN شما با mg مساویه، چون جسم نه بالا میره نه پایین، نه فرو میره توی زمین نه پرت میشه بالا. mg شما چقدر؟ 80، پس این چنده؟ 800. خب دانش آموز میگه که آقا ببینید، میگه آقا چرا از این استفاده نمی کنید؟ من بنویسم FK مساوی موکا FN. دقت کن. خب این که خودش مجهوله، موکا هم که اصلا سوال خواسته، یعنی 2 تا مجهول دارید، فقط اینو دارید. خب این به تنهایی که جواب نمیده. پس میریم سراغ اون روش دوم. ببین چقدر راحت شد. قانون دوم نیوتن رو مینویسید. قانون دوم چی میشه؟ میشه FNet مساوی با MA. خب قانون دوم نیوتن رو با هم بنویسیم. میشه 440 منهای FK مساوی MA. متون 80، اونم 1.5، میشه 80 ضرب در 1.5 120 جا به جا میکنید. FK میشه 440 منهای 120 که میشه 320. این 440 هست. حالا تازه من این FK رو میتونم بردارم بیام بذارم اینجا. با توجه به اینکه اینم دارم، مقدار موکا رو به دست بیارم. 320 مساوی موکا ضرب در 800 ساده میکنم و به دست میاد.